هر انسانی به نحوی به مشکلات و مصیبت دوچار هست. هرگاه به مشکلات و مصیبتی دوچار شدی این آیت را به یاد بیار که الله سبحانه و تعالی با پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماد که در هنگام مصیبت ای پیامبر فصبر صبرا جمیلا، صبر جمیل پیشه کن. امان الله برای من هم میگه که امت آن رسول الله صلی الله علیه و سلم هستم، میگه صبر جمیل پیشه کن. الله سبحانه و تعالی در قرآن میفرماد الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرة و اجر کبیر. آنهایی که در سختی و مشکلات صبر پیشه کردن و اعمال نیک انجام دادن مژده بزرگ برای آنها است. این داستان را بشنو. یوسف علیه السلام در زندانی بود، با او دو جوان نیز در زندان بود. یوسف علیه السلام قلب مطیع و زیباتر داشت. در این حال هم اون دو جوان از یوسف علیه السلام قبلتر از زندان رها شدند. یکیش رفت تا خدمتکار شود، دیگری رفت تا کشته شود و یوسف علیه السلام در این حال هم در زندان بود تا عزیز مصر گردد. گاهی اوقات تمناها و آرزوهای انسان به درازا می کشد تا الله سبحانه و تعالی نعمت خود را در اون افزون کند و هرگاه صبر کردی در هنگام مصیبت و مشکلات این آیت را به یادت بیار که الله سبحانه و تعالی می فرماد ان الله مع الصابرین. الله با کسانی است که در هنگام مصیبت و مشکلات صبر پیشه میکنند. هرگاه برات مشکلات پیش شد اگر این آیت را به یاد آوردی بدان که رستگار شدی. هرگاه مصیبتی برات آمد بگو انا لله و انا الیه راجعون. هرگاه این آیت را گفتی بدان که شیطان را از خود دور کردی و نومیدی را کنار زدی و امیدت را برای الله سپردی. پس بدان هر کی صبر پیشه کند الله برایش کفایت میکند. الله برای ما کفایت میکنه. پس در هنگام مصیبت از الله بطلب و الله را در اون وقت صدا بدن. الله لبیک میگد، مثل که دعای موسی علیه السلام لبیک، چون الله از شورای گردن برای من و تو نزدیک است. و اذا سألك عبادی انی فانی قریب، از شورای گردن برای ما و تو نزدیک است. نحن اقرب الیهم من ابل الورید، آن قدر نزدیک است که حتی صدای مویه های زیر دریا را صدایش میشنود. پس بداد و فریاد ما هم میرسد. هرگاه با مشکلاتی مواجه شدی از الله طلب بکن، الله کافی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.